خبری اعلان عفو 20,000 زندانی را برفی ماه کمالووا از رسانه‌ها شنیده از شادی اشک ریخت. پسر 35 ساله این مادر حدوداً 1 سال اخیر در محبس است. او برای قاچاق مواد مخدر 9 سال و 6 ماه روانه زندان شد. وقتی که عفو گفت از شادی مگریست نگریستادم تا تلویزیون ایستادم. چند روزی که این نمایش در تلویزیون از چند کانالی که تاجیکستان شده مدد تا تلویزیون نمیخیل تماشا کرده شیشتگیم. مادر میگوید پسرش همگی 9 ماه پیش از بازداشت از زندان آزاد شده بود. به ادعای این مادر این بار پسرش گناه نداشت. پشیمانم میگه پشیمانم از جور بازی و چه اومدم جشتگیم. امی گناه نکردم امی دو فرق نگور نبودم میگه او چجانه که کردن چیکار کنم باری مکردم. برفی ماه باز نشسته است و میگوید پیشبرد زندگی 3 فرزند خردسال پسرش را هم اکنون او به عهده دارد. اعلان عفو این مادر را به نزدیک شدن آزادی پسرش از زندان امیدوار کرده است. امیدوارم که بچه من میغلطه. بعد پرسیدم یک دو تا امو ادوکتا شینوسا سودا را پرسیدم. بعد مرا گفتن که کدام بنده. امو حالنامش خواندم که هم خیلی گفتن میغلطه میغلطه. پیشنهاد قانون نوی عفو به پارلمان تاجیکستان بسیاری ها را مثل این مادر برای آزادی نزدیکانشان از زندان و یا کم شدن مهلت جزای آنها امیدوار کرده است. قانون عفو در آستانه جشن 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای تاجیکستان از سوی رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شد. این قانون نسبت بیش از 20,000 نفر تطبیق می شود. بر پایه این طرح زنان، نابالغان، مردانی از 55 ساله بالا، معیوبان گروه 1، 2 و 3، آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند و آنهایی که باری اول جنایت‌های نچندان سنگین و میانه صادر کردند عفو می شوند. مادر 65 ساله دلربا حمیدووا حدوداً 2 سال اخیر در محبس است. او با جرم قلابی برای 5 سال روانه زندان شده است. دلربا حکم مادرش را ناعادلانه می‌خواند و میگوید در زندان صحتی او خوب نیست و تمام این مدت آنها انتظار عفو بودند. ما تمام تلاش رو کردیم که بیگناهی مادرم را اثبات کنیم اما نتوانستیم. جبردیده در دادگاه نبود، بیرون از کشور بود. 1 سال و 8 ماه یگانه امیدی ما همین عفو بود. پرزیدنت گفت توجه مخصوص به زنان و افرادی از 55 ساله بالا داده شود. ما امید داریم مادرم هم عفو می شود. خبری در انتظار اعلان عفو پیوندان اکثر محبوسان را در تاجیکستان به سراغ وکیلان حقوق شناسان برده است. همه آنها می‌خواهند بدانند که آیا پرونده نزدیکان آنها به قانون عفو وارد می شود یا نه. اما به گفته حقوق شناسان در برابر این امیدواری و خوشحالی ها قانون عفو برای یک گروه دیگر مایه نگرانی و تأسف است. با حکم سود که شخص گناهکار گناهش اثبات شد نسبت به جزای محرومی از آزادی تطبیق کرده شد و تسکین دل آنها ممکن بود که عدالت برقرار شد و شخص گناهکار جزایش رو دید و امروز با اقدام دولت اقدام رهبریت دولتمون که گناهکاران عفو کرده میشوند ممکن است جبریدگان رو هم به تشویش بیارد که نوبسته از آن که گناهش اثبات شده است جزا تعیین شده است ولی تا آخر جزا در محبس نشسته عفو می شود و به آزادی می برآید. مسئله دیگری که در جامعه نگرانی را به وجود آورده است این است که دولت تا کجا برای قبول تعداد زیاد زندانیان در آزادی و فراهم ساختن جای کار برای آنها آماده است. برخی این را هم از احتمال دور نمی‌دانند که در پی افسردگی از بیکاری افراد عفو شده دوباره دست به جنایت زنند. طبق مقررات قانون عفو بعد بررسی و تصویب شدن در پارلمان تاجیکستان باید در مدت 2 ماه عملی شود.